نداره خبر که از فولاذ دل ما نمنده یکی ای خدا دیگلمو نشنه صدا که از ما هرچی کنم بند یکی ندل سیم بلایی بوه تنگ مجاهلی بیرا خدای زمان سغم به دلمو نبی نشون نه درد جلایی نه گل زمودی نه کس بی وفا بی نه چینم و بی Ne can hakkım bıraksın.
از برام رفته خیلی باور هیچی میچنس برای کلفتی شکل تای خیلی نداری خیلی برام دکنه بیستش کافی بارتی فقط ببینیمت خصوصی همیشه دیگر اینا چیه نرجس خانم؟ دونسورن نه بعد دیگه چه تمشي بمونه مزهشو عوض میکنه.
درشی نیستش که خوبه پرایی خرابه روماتی سم باید این بزنیم هم زردوریه یا الله یا الله یا الله سلام علیکم سلام علیکم خوبی؟ Anasını bakın. Merhaba. Selam. Yalla. خوبی سلامتی. سلام. جمهور زمان. محمد زمان یاشا. راهمی. چه خبر؟ خوبی؟ کمی زیاد. ای بر نیست. چرا منظره تو جوتیه دیگه راگیرین یه دماش دوری مدا همه یک مچه و یه چی خواستیم خیلی خوبیه رو بیا تملی بیا تکان باز دوباره شد مثل اون چهار پنجه بود من که ای بین برای دو روز دیگه بعد دو روز برای دیگه تامه آماده حالا دوباره همونه اولا دو ماه آماده کردیم 4 ماهش آماده نکردیم همون حرف همون موقع چیزی حرف همون حرف نه دقیقه اون روز زدیم اون روز بیام یه خیلی خوبی هم ما خیلی رو خیلی خاک نکنیم خیلی زایزه بیام حالا خیر که بعد از خیر چه باید بکنیم باید هممون از لحاظ وضعیت مالی و معیشت ضعیفیم دیگه که درسته ما هم همینطوریم ما هم به خدا سرگردونم من اصلا میگم که مثلا ساختمون دارم یه کل بگم جای دیگه دارم بنندام به شما که وقتی یکی بی خانمانه یعنی هیچ یعنی پراکنده سرگردون به خدا من اصلا سرگردون همینجوری اصلا الان ما یه دماش دیمید یه خیلی هنده و روستو بمکنه تا ما هندش همی دیمید خیلی میره تکون نیبرم تا بیاد تکون مخبشن گیریم شاید رو بیا یا صبح بیا نمید باشه میشینم که روز بیام و منظور مال خوبیشیم اصلا کاری هم ندارم
علایه اعصابمون هم بیشتر خراب نکنیم. اصلا شاکاری کنی که الان زیر کلاه داره. الان ما ایشینون تا خیرم حالا تم ما خو هیچی نداری. ما هم اندازه همون خیر بیشتر کمک یک کرد. پلای زمین این پدریم دوریم پیل بسازیمش همون دومین زیده ای ای پیل بیاشتیم هنه ساختیم رای منش دم زانتنی و بیمنی تویتنی و سنچه بیمید و بیسم و در یا های بگی زربامون بچردی هیچ دست میخوزی هم بامی بسونی هم بروری میشم با من ای آروسا و میکنه بنا رو یک پلای زمین پدریم رسید دوریم در دیم زانتنی و بیلا هم زمیسونه چیزی زمیسون پیل در خلافش نیا به خانم یا امرو خیلی مونده یا امرو یا سوریا تامین امرو یا سوریا ما الان نه لانی از ما گرو همون که کمک که کرامندان هم 3 برابره الان که بخیر حساب بکنی این ساختمون که بگید با همه امکانات هم در اختیارتون کیای کاری کنی تو برای اصلا اگر یک کلی 4x3 هم بینه تو 3 برابر همین ساختمون رو پیلتشون من رو بزرگی کردی ولی الان اولین بار بعد این چند سال مثلا ایتونه با ما رفتار کنه اون دلیل چند سنه ما وضعیتتون دونه ما وضعیت خانم سنپور هم دونیدم که وضعیتش مشکل داره معیشت وضعیتش خرابه ولی خواستم بهش بدم گفتم یه زنیه بالاخره یا داخلش هم داخل ساختمون بالاخره هم یک کمکی کردیم برای خدا هم یا لااقل راحته یه زنیه تنها ولی وقتی خوش ما هم بچه‌شیم اومنی رو با عروسیتون هم مشکلی نیست اما خب چه بکنیم ما هم بالاخره 6 ماه هم که برای بود 6 ماه دیگه هم که به بدتری بود بیشتری بود حالا خب حالا یه خودتون حالا فکر سر کنید دست در نگم خیلی ممنون دست در لطف بفهم خیلی نوش جونه نه ما تازه میدلی خیلی علاقه نه این من رای نیوی الان قرار بیادم دیشو میبود تمرین یا ولی قرار داره بیاد اگر ما خو دماغنی مزوری دماغنی داشت نبود داد من دویش همه آقا نه اینطور که تیگی نیبود اینطور سر اصلا ما رایبه خب ما یه ساختمون کامل با همه امکانات مادرتون با بوری با 4 تا اتاق و 2 اتاق و 3 اتاق و گردور گمشی خودتون آخه من باید یه خورده به هر حال فکر بکنیم ما هم الان یه دو نه ما یه ریزی هم که بغل شاید تصفیه حساب کنیم شاید چند ماه الان دو ما بینید خیر اگر اومد کمکی حالا آیا امپراتوری بیشتر تبیات های زنگ کامران بزنم کامران خیلیه الان خوبیه کامران نیایی جایش هست اصلا هیزان تکونی خیلی کار خیمام دستنجیم خیلی خوبیه گوشی بهش ممکن در گوشی خون زن میزن گوشی من داری؟ الان توی گوشی باز بچرش خیلی زیادی هم هستن که به هر حال کمکی کنن دست کنن
دستشون در نکنه واقعا. کامران خیلی هر که به خوبیه وسط که خوش بچه همه کنه. کنه کامران آن خوبیه خیلی خوبیه به هر حال یه مشکل دارید. مشکل دارید. مشکل دارید. وقتی اقتصاد کمی مشکل بوده وضعیت هم مشکله. زهرا می‌نگون همین خانم فریبا خانم هم می‌دونیم همین چی؟ از آقا نقاس موضوعی نستید بگم الان این فریبا خانم زریان نیست و فریبا خانم امام الان خیلی بگو می اتاق خواب واسه بازه؟ امام میخوای هزارش بگو هزارش هم بیشتری دید بالا خب ما آقا نقاس موضوعی ند بگم ما چه فریبا خانم من خواهی واسه مشکلی خیلی نورسی هزار خونه شد سیش الان قد بگویم فردا بس فردا نگویی دوباره کار میدونی میخوام میره واسه زندگی نه الان نمیرونه درست الان نمیدونی نه ما همون بچه هاش اینه که گم هیچ مشکلی نیست ما خب مثلا گفتم باید کرایه هم الان مشکلی با فریبا خانم نبود ما کرایه هم میخوام ازش ما بعد موسی نگویی بدون اجازه زن جوان دو بچه داره ممکنم خواهم کمک کنم بهش جا مکانی هم نداره اما به هر حال تو مردی باید یه جای خونه بیارم الان بگیم مادره اولا مادره که من تنها هم الان که تو میری بالاخره نیتاری یه جای خونه نبی با جای خونه رو باید بگی حالا چند دیسوز سی بسیار دست در نکرد گناه دار ستادت سی خوشی نظافت نه ما شما اصلا کاری باش نداشته باشیم به هر حال باش بحث بطال نکنید مسئله نداره من از آز کرایه نه کرایه ازش خواهم نه هیچی داخلی ساختمون همون خونه اتاقی که هسته وایسه تا هر چه خواست واسه مسئله نیست دست در نکرد حتی 4 سال هم واسه مسئله نیست ما دارد گیرین بگیرین ما هم ازاره قبلی بریم میدن میگوی نه کامل هم شما 6 ماه تصویه حساب کنید نه این 6 ماه نخیدی می یعنی رزیل بگی آنو سیبر با او خیرم که شایگان رو نامم من میتونم الان چنان 2 ساعت رو مثل اوسیبی هم میشینم میرسین اعصابونم خراب بکنید اگه خواهشی کنم میانه همه الان وسیلتون جمعی درستی برید سهرا اینا سهرا بریم به سلامت برید با این وضعیت منم برش بینید رو من الان شوه کار دارم مشکل هم ندارم الان ساختم من خالیه کسی نیست داخل الان ما زنگ از مشغول بی تا باده بزن مشغول بی خب به هر حال ببین اگر واقعا ایاه بگه اگر نیایه مسئولیتون به خوبی نامی باده ده مشغول مجرد من خب به هر حال نامه مینم شو سهرا مسئولیتون یا بشی عدنم خموره من الان 2 ساعت نشستم آره ما پایت مرسی عدنم ما خموره نیره الو سلام کامران خوبی؟ سلامتی خوبی؟ دیگه خواستی بیایی که بچی ما کنیم یه میتایی بیایی نیتایی بیایی الان یه دست در نکن چلو یه دست در نکن خدا یه لایم یاره خب اگر همه که خدایش یه لایم تامه به هر حال ما هم دوست داریم که مشکلتون حل بود اگر یایی که خیلی خانه الان یه زنگ زدم و بار زنگ زدی گویی نبرداشت این بارم میگی برداشت گویم گوی کامران هم نومه اگر قرار بیجا اگه کسی خواهد کمک کنی یاه یه دونسته بود که کسی بخواد کمک کنی زیر سنگ هم بکمکی یا ما هم الان دیگه خواهش کنم دیگه نیترم سیکو حالا وقتی که پیل دای ما برو چه حساب تو نه خواهش کنم این وسیله ما به خوبی خودتون الان بشید خیلی نشستی دوباره سیکو ما داریم میگم خودتون جمعشون کنید یه خودتون جمع کنین خودتون خواهش کنم یه شاید چند مورد خب باشه آرام نیبوه چی بود سیما هم جز نه تو خیلی سب شدی الان واسه الان سب کو یاری اگر نمیشون تا بخونشو سهرا نه دوباره شما که خواهشی کنم نه با مخونشو سهرا بوینه خیلی همون وسیلتونه داماده سپتوه
برای این چیزش همین ما اینو سهرا سند خیلی مولد نه باشی. ببینید شاید سهرا بده یه منی ترام خواهش کنم برش کن اینو بردارم بریم. نه تلاوز نه من نوید که شاید یه خود آقا سخت دارم ما همیشه باشی کنم بیا. همیشه سب کردی بفهم این هم برای به خاطر باز این همسایه مچینی کن بیریم خودتون بینیشون سهرا بردارم میشون سهرا برداریم میشون سهرا بیا مسئولیت هفته چند سب کن آن سب خودتون بیا برداریم میشون سهرا بیا برداریم میشون سهرا بیا ما از جمعه کنیم بیا نه آقا ببینیشون سهرا بینیشون سهرا بشو سهرا خانم حسین پاک میشه سهرا بشو خودتون بیا نه زهرا خانم نه نه من هنوز پر کار مونی الان تو باز تمرین اینو چی بردار نه بلش کن بیا بزن او به قسم خودتون مردم برین آرامی بردار بیا نه تلاوز سیگو مردم نه ماهی برای ماهی بیه بردار بقیه این دلتن یه زنبیل هم بردار بیا بفهم دیگه التماس تکنیک سند خیلی مولد مبری. بیا یعنی یکی از تا آره میتونی نبیری آره میتونی نبیری تا از تفسیتی چرا بگی تو ما اصلا نه زشتی چیزی ما دارم بخیدشی بشکنی ما به خدا ما یه هیچ اعصابی ندارم ما یه نکته که تنها یک اصلا این غلط ما شاسترمه که هیچ اعصابی ندارم ما به خوبی ها کنیم این هم بردیم زر خانم بردار چی داریم هرچی داریم برداریم میشه سهرا بیا سلام خوبی بود ولی از تک آقا کامرانیان هستن قبول نیچه احساس این جایی اساسا یه چند روزه هی آیه گیم لاستر به مکو لام اساسا مرید در یه چند پیر مو خواهی ما بعد کلی ساختمان هم مثلا چند ها تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا مزامشون با انباری رو هیچ وسیله هم نبردم کلی وسیله هم آقا رن ما چی نگرفتیم حالا 6 ماهش ندارم ما 6 ماه به 5 6 روز ما ما دو ماش دوری مثل مادش گوشتر بمکو یکی ما همینطوری با ما 2 ماه با ما ایمان بره تا چند روز بیا بره تا چند روز بیا بره تا چند روز ما کاری ما همین ما هم که الان تام آدم بزرگی نباید کار بچه اساسا این نبرتی از سر بابا خیلی سارا خیلی استید مایده شابره مهندس اینو ما برای اینا خیلی الان مشکل ندارم میخوام این هزینه اصلا هرچی ما پرداختش کنم شما کارتون رو ببینم هرچی پرداختش کنم اما این کارتون اشتباهه این بدبختی الان بهشو بار رفتن کو ما این نصف زارش اندیم بی هر چه شگوی باز الان گیم باز تا کامران اندو کی بریم الان مشکل نداره وسیله تبنی داخل میخوام هزینه تا پرداختی کنم دست داشت آقا کار وقتی رو حساب بود الان مشکل نداره کارتون رو ببینم و وسیله تبنی داخل دست دارم خیلی ممنون دستی دارم اصلا شما هم بزرگی نباید این کار انجام بدید همون موقع درج خیلی میدید تا پرداختش من اصلا اتفاقا نه درنشون گرفتم نه وسیله من بردم داخل منزل حتی به اون گردنم شیخاتی رو هیچ مشکلی هم نداره منزلم که دام کرایه یعنی 3 برابر بقیه دم ما زیر این دام شد ما کرایه نگرفتم الان دستم در نکنه زحمت چشی کار چیده ما این کارت واقعا اشتباه به چه وسیله نوشته و گویا سرای بنده خواهد رو رفتن کجا جا بزرگ به هر حال مشکلی نداره به هر حال چندین بار کار کردم الان تو مشکلی نداری الان ریش بگیر من مشکل دارم نه ما مشکلی خدا نداره ما توان دستی در نکنم خیلی ممنون ما خود مشکل داشتم نه مثلا این اینقدر خون فشار سرم بی به خدا که ما این کار کردم فشار سر خون بی نه درست این کارت هم درست اما زیتر باید این دماغ زیاد کنه چی میخوام رو ما یه کار بچید مسیش ماهش که اقام مولد حالا خدا کنه چهارتا مثل سرکار به هر حال اگر دستی که خیلی خوبه خیلی اتفاقا دنیا یعنی همین ما در خدمتتون مردم داری یعنی همین به هر حال خیلی ممنون دستی در نکنم بزرگی چه دستی در نکنم مشکل سیدوشین دوباره زنگ هم ما به هر حال خود وسیله داخل ماشین بیاد همون کشورهای جهان هم ما خیلی که کشور دنیا هم که این به هر حال
نظری به روستا و عشایر فیلم روستا و عشایر نظر داره واقعا جای تقدیر و تشکره، اما یکی از ما مشکلات دارن عشایر و روستا، معیشتشون ضعیفه، صفره، ولی خب ما از اونها واقعا لطف و بزرگواریه همه کشورهای جهانه دنیای، اما یکی باید هم به ما این کرایه که دهموت بکنه کرایه چیه؟ ما یکی داره میگم که میگم اگه 4 تا مثل سرکار بود که دست یکی رو بگیره مردم داری بود همسایه داری بود برای خیلی خوبه خیلی خوبه. ما هم کمک کردیم، ما هم در واسه کمک کردیم، اما به خدا ما تنها ما میگم من خود مریضم این کرایه که میبرم تو فکر کنی چه در حال حاضر هیچی میگم همه مردم هم باید به هر حال مثل تو کمک کنن، به هر حال یعنی این مردم به هر حال اینطور زندگی کنن، ما با اصالت خودمون زندگی کنیم، با فرهنگ خودمون دست در نکنه واقعا که لطف کردی خواهشی که ما باید اگر ما هم آرام برای رسیده باید شام کسی بسیار بالاخره باید گذشت کنیم اگر اشتباه بید اما یه دیگه بدون کنم میگوید نه میگم شاید گذشت کنیم اگر ما ناراحتی کنیم نه گم اگر ما یه کاری کردیم که شما ناراحت بید شما گذشت کنیم شما بالاخره خدا حافظ بعد هواش دیگران دیگه این کار انجام نمیده، این هم گناه دارن چه سینه نواره آچه با خدا من دستور من همه دستور سرم من از همه دستور سرم خوشون دونه چون بزرگی در عقصون کرده خوشون دونه برها فشار سر خواب بید فشار سرم